این گردهمایی به منظور آغاز کار ساخت یک آبگردان در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار آغاز شده است. رئیس عمومی حوزوی دریای پنجاقمو میگوید که این پروژه شامل یک بند برق به ظرفیت 43 میگاوات و 2 کانال می باشد که هر کدام 50 تا 220 کیلومتر درازا دارد و با بهره برداری آن نزدیک به 132 هکتار زمین در ولایت های تخار و کندوز آبیاری خواهد شد. 38 متر ارتفاع دارد، 2 تا کانال دارد، کانال چپ و کانال راست. کانال راست که هستند 57 کیلومتر طول دارد، 3 ولسوالی در بر میگیرد، دشت قلا، دشت ولسوالی باودین، یعنی قلا قسمتش. باشندگان تخار و کندوز که ساخت این بند آرزوی دیرینه و نیازی جدیشان است. با بهره برداری این بند بخش بزرگ از چالش‌های کم آبی، بی برقی و زراعتیشان برطرف می شود. آرزوی دیرینه این بود که بند کوکچه اعمار شود و همچنان از این طریق مردم بر روشنایی دست پیدا کنه و در ضمن از این کانال های ساخته شود که مردم دهقانکار زمین های للمی داشتن که آبی شوند و همچنان از این استفاده کنند. از سابق میگفتن که بند کوکچه افتتاح میشه، امروز احساس خوشی میکنیم که از طریق امارت اسلامی امروز آمدن الحمدلله این بند ما در اینجا افتتاح میشه و چقدر زمینای للمی ما آبی میشه، برای مردمای ما زمینای زراعتی کار پیدا میشه. اگر برق از این ساخته شود برای یگان پروژه و گپا برای جوانای ما کار پیدا میشه. ولایت های تخار و کندوز از منطقه های مهم کشاورزی در شمال شرق کشور به شمار می روند، مگر باشندگان این دو ولایت سال هاست با کمبود آب کشاورزی و نبود برق دست و پنجه نرم می کنند. اکنون باشندگان این دو ولایت انتظار دارند که با بهره برداری از این پروژه بخشی از چالش های دیرینه‌شان برطرف شود.